حکایت اسلام آوردن وحشی ابن حرب. روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسی را نزد وحشی پسر حرب قاتل حمزه الله تعالی از او راضی باد جهت دعوت وی به اسلام فرستاد. وحشی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم پیام فرستاد که ای محمد، چگونه مرا دعوت میکنی در حالی که خودت بر این باور هستی که قتل نموده، شرک آورده یا زنا نموده باشد جزای گناه را میبیند و روز قیامت عذاب وی دو چندان کرده می شود و با ذلت و خواری در آن برای همیشه باقی می ماند و من این کار را انجام داده ام. آیا برای من رخصت یا در گذشت می بینی؟ اینجا بود که خداوند جل جلاله این آیه را نازل فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحیما. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند گناهان این گروه را به حسنات تبدیل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. وحشی بعد از آن گفت ای محمد، این شرط دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. شاید من قادر به این نباشم. پس خداوند جل جلاله این آیه را نازل فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خداوند شرک به خود را نمی بخشد و جز آن را برای کسی که بخواهد می آمرزد. وحشی گفت ای محمد، این آنچنان که می پندارم و درک می کنم بعد از مشیت الهی است، یعنی بعد از خواست الهی است. بنابراین نمیدانم که آیا من بخشیده می شوم یا نه. آیا غیر از این دیگر راه هست؟ آنگاه خداوند جل جلاله این آیت را نازل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند ناامید نشوید که خداوند همه گناه را می آمرزد و او بخشاینده و مهربان است. سپس وحشی گفت اکنون این را قبول دارم و اسلام آورد. مردم عرضه کردند ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، ما هم مانند عمل وی را انجام داده ایم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود این برای همه مسلمانان عام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.